ابرو سعی میکنیم اطراف تتو موادی نره که اسکراب بکنه پوست و لایه محافظ رو برداریم. از این قسمت شروع کردیم به تغییر زاویه دستمون بچه ها. زاویه دست توی این قسمت ها 70 درجه است. خیلی آروم لوپ رفت و برگشت بدون هیچ فشار دستی. ما دارن کار خودشون رو انجام میدن بچه ها. از بیرون ببین آروم با پد پاک میکنیم، محکم پد رو روی پوست نکشیم بچه ها. این مواد حالت سوسپانسیون دارن، بارها گفتم اسکراب میشه.